آقا چطورید بچه ها؟ اومدم امروز با یکی از بهترین سنسای موس کیبورد و کاری کنید که اصلا موستون یا ایمتون نرز داخل موس کیبورد. این ویدیو رو تا آخر ببینید. آقا بچه ها امروز اومدیم با یکی از بهترین سنسای موس کیبورد و خودم که خیلی از این سنس خیلی خوشم اومده و خیلی تیراتون میخوره و بعضیا گفتن رو موس کیبورد تیراتمون خیلی رد میده، خیلی یعنی بد رد میده، مثلا ایمت روی کله انمیه رد میده. واسه چی؟ انا بهتون میگه. آقا تا آخر ادامه این ویدیو رو ببین و گوش کن. خب بچه ها اومدم واسه یه تستی بزنیم، نگاه کن. اولی رو هیت زدم. آقا این سنس خداست، یعنی هرچی گفتم کم گفتم واسه تو. اینجا خیلی گوشیم لگ گرفت، واسه اینه که دارم میگیرم خیلی هنگ کرد، اصلا نمیتونستم تیرم بزنم. هر شانسی نمیدونم اینا چطور هد زن. خب اصلا این یوپی میبینی که چطور هد میزنه، همش قرمز میخوره. خودتون قشنگ نگاه کنید. بس سنستون رو باید درست کنید، خودتون با قشنگ بالا پایین کنید. این الان مثلا این دیزرت هم از راه دوره، سنسمو گذاشتم از راه دور چون خیلی رنگ شد بازی کردم، واسه همین راه دور گذاشتم، واسه یه بود بکر و این چیز. بچه ها نگاه کنید، من الان این سنس بازی رو گذاشتم. اگه میخواید که سنس دیجی موس پرو ما بذارم تو کامنت ها بگید که پارت بعدی بذارم. بچه این اولین ویدیومه و امید دارم که خیلی این ویدیو بازدید بخوره از این حرفا. لطفا حمایت کنید لاغر برسم به 50 تا دیگه ویدیو زیادی بذارم. سنس رو نگاه کنید، سنس مثلا راه دور بود، هرچه بیاری بالاتر نزدیکتر، خیلی نزدیکتر. مثلا الان نزدیک باشه انمی کلو میزنی، نگاه کن الان یه راه نزدیکه، این راه نزدیک ببینید که خیلی خوب میکنه. اصلا قبلش هم الان دستم خیلی سرد بود. الان اگه مثلا این چند دور بازی بکنم، اولین دورمون مثلا اومدم تست بدم بهتون، نگاه کن این میلرزه. این واسه که ما گفتن کی بود مال موسم نه گیم نیجی، واسه همین خیلی رد میده. ببین واسه تون یه تستی بدین. بابا نگاه نارنجک چی موقعی اولی، برین دومی. این دومی بیا زد. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، ساب یادتون نره. آقا لطفا حمایت کنید تا پارت بعدی. فعلا خدا حافظ.